مهرام حرکت کرده. خود مهرام ارسال به داخل محوطه جریمه. سعید طالبی ضربه سر توی دروازه، گل برای داماش. چه دقیقه ای رو برای گل زدن انتخاب میکنه سعید طالبی. بالاخره گل زد. چه ارسالی کرد مهرام دامادی. رواج و زیبای ضربه خوشگل سعید طالبی، گل زد برای داماش. راستین خونمدل مسعود نوری داخل محوطه. مسعود نوری این ضربه رو خط دروازه. گل دوم، گل دوم. چه میکنه این داماش، چه میکنه این داماش. راستین خونمدل چه قوقایی دست تو این 2 دقیقه. داماش انگار گذشته تو 2 دقیقه گل آره به ثمر برسونه. 2-0 گل دوم راستین خونمدل. چه فراری کرد مسعود نوری، چه بلبله‌ای برپاس در زمین. و حالا داماش 2-0 پیش میفته.